سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. مخلص همه. من مرسی اصغری هستم و اینجا کانال حس خوبه. اینجا قرار در مورد مسائل و مشکلات زندگی زناشویی با هم دیگه صحبت کنیم. اولین چیزی رو که باید هممون بدونیم به عنوان چه آقا چه خانم اینه که ما تو مسیر زندگیمون یک نقش هایی رو داریم و به واسطه نقش هامون وظایفی. از آقایون شروع میکنم. آقایون به واسطه نقشی که دارن و نقش رهبری، لیدری یا هر چیزی که میخوان اسمشون رو بذارید، به عنوان کسی که همه بهش اتکا میکنن، که حالا اول زندگی به عنوان یک همسر و بعدا با ورود بچه ها اینجوری بهتون میگم، به زندگی نقش پدر بودن رو پیدا میکنن. در طرف مقابل خانم ها هم از ابتدای امر به عنوان نقش همراه بودن، همراه کننده یا هر چیزی که اسمشو میذارید، وظیفه‌شون اینه که همراهی کنن همسرشون رو، همونجوری که میگن. حالا شاید شعار باشه ولی یه واقعیته. در سختی ها، خوشی ها، کاستی ها، پستی ها، بلندی ها، غم، شادی، در کنار هم بودن. این یعنی همراه بودنه. البته این نقش هم آقایون هم دارن، نباید کوتاهی کنن. ولی وظیفه آقا به عنوان نقش همسر یا لیدر یا پیشبرنده این زندگی چیه؟ اولین نقشی که هست، اولین وظیفه‌ای که هستش است همون روز خواستگاری مشخص بشه. آقای داماد شغلش چیه؟ چقدر درآمد داره؟ این یعنی اینکه شما و اولین وظیفت اینه که درآمدی داشته باشی که بتونه زندگی رو هندلینگ کنی، که مایحتاج روزمره با آتیه رو در نظر بگیری. حالا روزمره آتیه چی هستش هستن؟ روزمره که خب یه چیز مشخصه، خوراک و پوشاک فصلیمون هست. چون میدونم خریدای خونه، البسه، پوشاک، کیف، کفش، الان به عنوان زن و شوهر و بعدا به عنوان پدری اومده برای بچه‌ها. و آتیه هم که اسمش مشخصه، آتیه یعنی آینده. اونا رو میشاله سر موقعش در موردش صحبت میکنیم. به این دلیل که باید آقایون شغل داشته باشن و وظیفه اولشون داشتن شغل و داشتن درآمد هست، آقایون بین 10 تا 14-15 بعضی موقع بعضیا تا 20 ساعت هم بیرون از منزل هستن و وظیفه کسب درآمد به عهدهشون هست. یعنی وظیفه کسب درآمد برای هندلینگ کردن یک زندگی نرماله. ما اینجا در مورد یک زندگی نرمال میخوایم صحبت کنیم، نه یک زندگی ایدئال یا مدینه فاضله. یک زندگی نرمالی که بتونیم در کنار همدیگه زندگی خوب و خوش رو داشته باشیم. این رو باید بدونیم، زندگی نرمال با زندگی ایدئال یا مدینه فاضله زمین تا آسمون با هم دیگه فرق میکنه. تو شرایط اقتصادی که ما الان توش داریم زندگی میکنیم و دست پا میزنیم، زندگی نرمال خیلی سخته، چه برسه به زندگی ایدئال یا مدینه فاضله. آقایون 90% شغلی که انتخاب کردن یا شغلی که دارن صرفاً به خاطر اینه که یه شغلی داشته باشن، یه درآمدی داشته باشن که یک زندگی رو بچرخونن. یعنی شاید بتونم بگم اون 90% که اون شغلی که انتخاب کردن باب میلشون نیست یا متناسب با شرایط تحصیلیشون، مدرک تحصیلیشون نیست. صرفاً گفتم برای اینکه یه شغلی داشته باشن، یک درآمدی داشته باشن، یه زندگی رو بچرخونن. این اولین وظیفه آقایونه، داشتن یه شغل که بابتش حقوق بگیرن و زندگی رو بچرخونن. در نقطه مقابل اولین وظیفه و بزرگترین وظیفه هر زن که اصلا نادیده گرفته میشه، حداقل تو ایران خودمون اینجوریه، نادیده گرفته میشه، و اون وظیفه اینه که ایجاد بستر امن و آرام در منزله. این اسمش مشخصه، یعنی یک فضایی رو ایجاد بکنه خانم که مشکلاتی رو که بیرون از خونه هست وارد منزل نشه. یعنی چی؟ یعنی فرض کنید که آقای حالا یه چند ساعتی رو به واسطه شغلش از صبح تا شب بیرون از خونه بوده، سختی ها، مشکلات خاص شغلی خودش رو داشته. حالا باید خانم یک بستر، یک زمینی رو تو منزل ایجاد بکنه که وقتی همسر میاد با نگاه اول
بگه خب خونه همه چی ایدئاله، بس اتفاقاتی که بیرون افتاده رو خونه نیارم. زنم از صبح تا غروب تا شب خونه بوده، بستر الان امنه، آرامه، همه چی ساکته. من که قرار باشه تنش‌های بیرون از منزل رو وارد منزل بکنم، اتفاقات بدی میفته، ناخوشاینده. این نوع بهش میگن ایجاد بستر امن، یعنی اطمینان خاطر دادن به همسرتون که الان اینجا شرایط امنه، خونه تمیزه، همه چی اوکیه، مشکلی نداریم، شما بیرون از منزل کار کردی و الان اومدی اینجا یه کمی استراحت بکنی، آرامش داشته باشی. این اولین وظیفه یک زنه، ایجاد بستر امن و آرام. دومین وظیفه‌ای که به عهده آقایون هست خیلی مهمه. گفتم آقایون به واسطه تایمی که بیرون از منزل هستن دوچار یه سری تنش ها هستن، یک سری مشکلات، سختی ها هست، مشقت های کارهای روزمره، اتفاقات روزمره است. دومین وظیفه‌ای که به عهده آقایون هست اینه که این مشکلات و تنش ها رو تقسیم بکنن. وقتی داریم میریم منطقه امن و آرام برای استراحت و آسایش، این مشکلات رو نبریم با خودمون اونجا. این وظیفه دوم هر مردی اینه که تمام اتفاقات و مشکلات بیرون از منزل رو بیرون از منزل بذارن و وارد منزل نکنن. خانم اگر بستر امن و آرامی رو تو منزل ایجاد کرده باشه، خواه ناخواه آقایون این وظیفه دراشون نهادینه میشه. این وظیفه‌ای که مشکلات بیرون از منزل رو بیرون بذارم و وارد خونه نبرم، براشون یه جوری نهادینه میشه، در ضمیر ناخودآگاه مرد میمونه. دومین چیزی که یا دومین وظیفه‌ای که به عهده خانم‌ها هست، حالا به هر دلیلی بستر امن و آرام رو ایجاد کردن، مشکلی نیست، همه چی اوکیه، آقا اومده از سر کار اومده خسته و کوفته، یک سری تنش ها با خودش همراه کرده ناخواسته. آقایون که وظیفه دومشون همونجور که گفتم تقسیم کردن این دو قسم هستش انجام بدن، دچار مشکل نمیشن. ولی اگر خانم ها احساس کنن که این تنش ها داره وارد منزل میشه، دومین وظیفه زن اینجاست با فراغ بال، با گشاده رویی از همسرشون استقبال کنن که نذارن این تنش ها وارد بخشی که خودشون تدارک دیدن و همون بستر امنی که گفتم رو ایجاد کردن وارد نکنن. آقایون خواه ناخواه یه سری اتفاقات و مشکلات بیرون از منزل وارد منزل میشه، اتفاقی طرز تفکرهایی هست، گاهن دیده میشه آقایون شاید چیزی نگن، اتفاقات و مشکلات بیرون هست، خب میان خونه نشستن، حالا رو زمین تکیه دادن به پشتی یا رو مبل نشستن، دارن با پاهاشون بازی میکنن یا دست میزنن این شکلی یا هی فکر میکنن. خانم چای آورده، یه لیوان آب آورده، آقا یه مقداری تو این بازار نیست، تو این عوالم نیست. اینجا گفتم وظیفه دوم اینه که اون تنش ها رو اجازه نده که وارد منزل بشه. بشینه کنار همسرش، چه خبر؟ چطوری؟ چی شد؟ چیکارا کردی؟ با صحبت کردن اون تنش ها رو از ذهن مرد بکشه بیرون. این وظیفه دوم میگذره. اینو در نظر داشته باشیم که میتونیم خیلی راحت آقایون تنش ها رو بیارن داخل، خانم ها مثلا بگن به من چه، شوهر وظیفه‌شه باید بره کار کنه، مشکل داری بیرون بذار. اینجور مسائل، اینجور بی‌تفاوتی ها و کم محلی ها و گذاشتن سرسری از اینجور بحث ها باعث میشه فشارها روی هر شخصی به شیوه زیاد بشه. توی فضای مجازی دیدیم دیگه
چالش هایی رو که ایجاد میکنه. یکی از چالش هایی که خیلی ترند شده بود توی فضای مجازی اون آهنگی بود که میذاشتم من ازت فقط 3 چیز میخوام، بغل بغل بغل. خیلی ترند شده بود یه مدتی و خیلی از خانم‌ها این کار رو انجام میدادن. در تمام ویدیوهایی که تو فضای مجازی پخش شد یه سری آقایون اومدن همراهی کردن همسرشون رو، یعنی اون با اون ملودی آهنگ و با اون حرکت ریتمیکی که خانمشون انجام میداد همراهی میکردشون، هم یه حرکات موزون یا همون رقصی رو انجام میدادن و هم به نوعی همسرشون رو همراهی میکردن. ولی توی یک سری از ویدیوها آقایون مثلا خانمشون رو پس میزدن. یعنی چی من فقط ازت چیز میخوام، بغل بغل بغل؟ چایت کو؟ غذا چی داری؟ گشنمه؟ چرا این دسته دوم این کار رو انجام میدن؟ دسته اول که مشخصه نقششون و وظیفهشون رو به نحو احسن انجام دادن، ولی چرا رو دسته دوم این کار رو میکنن؟ به خاطر اون نقش اولیه، اون وظیفه اولیه خانوماست. آقا میدونه بستر امنی وجود نداره. یعنی چی؟ یعنی که من هر روز اومدم خونه، فضا متشنج بوده، خانمم یه سری طبقات رو تو اولویت قرار داده، یه سری کارا رو که باید انجام میداده انجام نداده، فقط صرفا اینکه توی یک فضای مجازی یک چیزی ترند شده، باب شده، مد شده، چالشی بوده، اومده انجام بده برای خودش. شاید 2 روز دیگه اتفاق باشه، تا 2 ماه دیگه، 3 ماه دیگه اتفاقی خاصی نیفته، همچین برنامه‌ای نباشه. این دسته آدم ها، گروه دوم این آدم ها، گروه اول که مشخصه، گفتم نقشاشون و وظایفشون رو میدونن، ولی گروه دوم فقط نقشای خودشون رو میدونن و و وظیفه طرف. یعنی من نوعی میدونم نقشم چیه و وظیفه طرف چیه، دیگه به این فکر نمی کنم که طرف مقابلم هم نقشی داره و من هم وظیفه‌ای دارم. این خیلی مهمه. همیشه دست پیش میگیرم. خب یعنی اون آقایی که از بیرون اومده، خانمش اون حرکت موزون رو انجام داده، اون چالش رو برگزار کرده و آقا ناراحت شده، خانم اینجوری فکر میکنه که چته بابا، چه خبرته، تو سر کار بودی؟ همه مردم سر کار بودن دیگه، من تو خونه صبح تا شب بودم، صبح تا وایسادم اینجا، این همه کار کردم، حالا اومدم پیشوازت، اومدم استقبالت، خیلی از خدات هم باشه. خیلی از زن این کارا نمیکنه. یا در نقطه مقابل آقا برو بابا، صبح تا خونه بودی، من صبح تا بیرون بودم، جر خوردم، پاره شدم، کار کردم، درآمد داشتم، خرج تو اون خونه زندگی میدم، بعد به جای اینکه بیا یه لیوان چای جلوی من بذاری، با من یه جلوی من میرقصی. نقش خودمون رو میدونیم، وظیفه طرف مقابل رو میدونیم، ولی وظیفه خودمون و نقش طرف مقابلمون رو اصلا نادیده میگیریم، دست پیش میگیریم که عقب نیفتیم، صرفا به این خاطری که خودمون یه چالشی رو برگزار کنیم برای شادی خودمون. کمکاریه، کم لطفیه آقا و خانم در قبال همدیگه. یک، گفتم نقشمون رو بدونیم. اولین نقشی که من و خانومم یا زن و شوهر در قبال همدیگه دارن همسر بودنه، در کنار هم بودنه. اولین وظیفمون اینه که بریم شغل داشته باشیم، اولین وظیفمون اینه که بستر امن و آرامی رو ایجاد کنیم. وظیفه دوم آقا اینه که مشکلات بیرون از خونه رو، چه می‌دونم مشکلات سر کار رو، دوست و رفیق و بیرون، جامعه بزرگتر رو توی خونه نیاره. وظیفه دوم خانم اینه که اگر زمانی اتفاق افتاد آقا چالش ها و تنش های بیرون از منزل رو ناخواسته وارد خونه کرد، اون رو رجوع کنه،
نه اینکه آقا حالا یه تنشی وجود داره، یه اعصاب خورد کنی داره، یا یه چیزی ذهنشو درگیر کرده بیاد خانم لیوان چای جلوش بذاره، شام بخوریم یه ساعت بریم فلان جا، چه میدونم نهار بخوریم من میرم فلان جا، حال نداری من برم، اعصابت خورده من برم یه گوشه بشینم با گوشیم ور برم. این اتفاقات، این مسائل باعث می شود که یه سری مشکلات ریز به یک معضل بزرگ تبدیل بکشه. من دوستایی دارم، آشنایی دارم که توی بحث مشاوره خانوادگی هستن. خیلیاشون میگن این زن و شوهرایی که مشکل دارن و به ما رجوع میکنن بعد از ایجاد مشکلاتشون میان پیش ما، هیچ کدومش قبل از ازدواج نمیان. آقا چجوری شما مثلا میری چه میدونم 6 ماه آشناییت، 1 سال آشناییت پیدا کردید با هم دیگه، تو رابطه رفت آمدی هستید، دوستانه هستید، چه میدونم 20 بار 30 بار 50 بار با هم دیگه میرید بیرون قرار میذارید، چی میشه تو این پروسه مثلا 6 ماه رفاقتتون قبل از ازدواج و خواستگاری چی میشه؟ یه 2 بارم بیایید مشاوره، 2 بار هم بیایید مشاوره، از خودتون بگید، از توقعاتتون بگید، از چیزایی که مد نظر خودتون هست و توقع طرف مقابلم داشته باشه صحبت کنید. مشاوره چیز بدی نیست. خیلیاشون میگن که مثلا ما مراجعه کننده داشتیم که خانم پرسیده مشکلتون چیه، چه اتفاق افتاده، میگه که شوهرم منو نمیبینه، اتفاقات من در روز رقم میزنم و چه میتونم پخت و پز میکنم، بشور به صاف میکنم، نظافت میکنم، اینا رو نمیبینم. در طرف مقابل آقایانم همینجور میگن، یه من صبح تا شب کار میکنم، شب تا صبح کار میکنم، این همه درآمدم و هزینه‌مو خرج خانواده میکنم، خرج خونه زندگی میکنم، همسرم نمیبینه، من میام خونه توی عوالم دیگه است. یا برعکس خانم هم همینجوریه، گفتم میگه که اتفاقات من در روز رقم میذارم، آقا میاد خسته کوفته پاشو میندازه رو مبل میگیره میخواد، از وقتی برای من نمیذاره. این رو بدونیم که زندگی کردن سخته، هر کاری مشقات دیده، چون خانمی که تو خونه هست یه سری مشکلات و مشقات داره، چون آقایی که بیرون از خونه داره کار میکنه و مشقات خاص خودش رو داره. اون وظیفه‌ای که گفتم خیلی کمک میکنه به حل این مشکل، که همدیگه رو بدونیم، توقعمون رو از همدیگه بدونیم، خیلی خوبه. ایجاد بستر امن از طرف خانم ها باعث میشه که من مرد بگم خانمم فضای خوبی رو ایجاد کرده تو منزل، بس من مشکلات بیرونم رو نیارم. وظیفه دومم اینجا خواه نخواه حل میشه. وظیفه دوم خانومان که گفتم رفع اون تنش‌های ناخواسته است که همسرش وارد خونه میکنه، اگر ایجاد بشه ناخواه بازم در ذهن مرد نهادینه میشه که خانمم تلاش کرده، دیده میشه کارهای خانم، تلاش خانم در طی روز دیده میشه. متاسفانه گفتم این دوتا وظیفه مهم اولیه گاهن مثل یک ضربه شده، انگار که مثلا میخوایم طرف رو میبریم یه گوشی رینگ میکوبیمش، که من در طی روز این کار کردم، این کارا رو انجام میدم، در مقابل تو هیچ کاری واسه من نمیکنی. خانم آقا نداره، یا خانم آقا نداره. و حسب اون دوتا وظیفه اولیه که گفتم، آقایون باید کسب درآمد کنن و خرج خونه زندگی رو بدن، و وظیفه دومشون اینه که تقسیم بندی کنن، اتفاقات داخل منزل و بیرون از منزل رو با هم دیگه قاطی نکنن. در طرف مقابل خانوما نقش اول، وظیفه اولشون اینه که بستر امن و آرامی رو ایجاد بکنن، و وظیفه دوم اون چالش ها و اتفاقاتی که از بیرون ناخواسته داره وارد میشه رو مدیریت بکنم و اجازه ندن، چون به واسطه که من بستر امن و آرام رو ایجاد کردم که آرامش باشه. بیرون از منزل هستین مشکلاتتون بیرونه، وقتی تو منزل میاد اتفاق خاصی نباید باشه، یک گفتگو، صحبت، یک دوره همی دوستانه، خودمونیه.
اگر ما این وظایفمون رو به نحو احسن انجام بدیم، هیچ موقع طرف مقابل رو نمیبریم گوشیردین که بهش ضربه بزنیم. این رو داشته باشیم. با هم دیگه بیشتر صحبت خواهیم کرد، نقشامون رو بدونیم، وظایفمون رو بدونیم. در جلسات بعدی حتما در مورد این مسئله بیشتر صحبت خواهیم کرد و مسئله بزرگتری که باید در موردش صحبت کرد نحوه برخوردمون نسبت به نقشامونه. نقشمون رو بدونیم، وظایفمون رو بدونیم، نقش و وظایف طرف مقابل رو بدونیم. دونستن کوچکترین مسائل بزرگترین مشکلات رو حل میکنه. این رو حتما در نظر داشته باشیم. این هم در نظر بگیریم که زندگی مثل یک پرده، پارچه، چه میدونم یک دیوار سفید براق بدون لک هست. با کوچکترین مشکلاتی این دیوار کثیف میشه و زشت زننده میشه. ممنون، متشکرم که حرفامو گوش دادید. بازم میگم امیدوارم حال دلتون خوب باشه و همیشه شاد و شادکام باشید. خواهش میکنم سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید تا از ویدیوهای بعدی منم مطلع بشید.